بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب عقیده واسطیه گفتند: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. این جمله در درس های گذشته گذشته بودیم که الله سبحانه و تعالی جمع کرده است وقتی که خود را وصف میکند بین نفی و اثبات. بعد شیخ الاسلام از آیت کرسی و سوره اخلاص را آوردن که الله سبحانه و تعالی در آنجا خود را بین نفی و اثبات وصف کرده است، یعنی بعضی صفات ها را به خود اثبات کرده است و بعضی صفات ها را از خود نفی کرده است، یعنی انکار کرده است. فلان صفات ها در الله تعالی وجود دارد، فلان صفات ها در الله تعالی نیست. همین گونه شیخ الاسلام رحمت الله علیه بعد آیت کرسی و سوره اخلاص به آوردن آیات ها شروع کردند. از جمله گفتند که و قوله هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء علیم. و این چنین قول الله تعالی که خود را وصف کرده میاد که الله تعالی اول است و آخر است، ظاهر است و باطن است و الله تعالی به همه چیز علیم است. در اینجا 5 اسم را به خود اثبات کرد. یکی از قاعده ها در باب اسما و صفات این است که برادرای عزیز، از هر یک نام الله سبحانه و تعالی صفت اشتقاق کرده می شود، برعکس صفت که اشتقاق کرده نمی شود از صفت اسم. این قاعده را فراموش نکنید. مهمترین قاعده در نام های الله سبحانه و تعالی این است که از هر یک نام الله تعالی صفت اشتقاق کرده می شود، یعنی هر یک اسم الله تعالی دارای صفت است، لیکن از هر یک صفت اسم اشتقاق کرده نمی شود. مثلا الله تعالی در اینجا اول است، یعنی این نام الله سبحانه و تعالی است. از این اسم و صفت میگیریم، یعنی الله تعالی صفتی اولیت داشته است. یکی از صفتهای الله تعالی این است که الله تعالی از ازل هست. اول یعنی خیلی که قیروانی رحمت الله علیه گفتن لیس هو الاول و لیس لاولیته ابتداء. الله تعالی اول است ولی اولیت الله سبحانه و تعالی ابتدا ندارد، سرشوی ندارد. الله تعالی از ازل هست. ازل یعنی که حالی وقت و ساعت نبود. ازل وقت نبود. برای آنکه وقت کی پیدا شد؟ وقتی که الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین ها را آفرید، بعد یک جای شب و روز را آفرید، آفتاب و ماهتاب را آفرید، بعد در نتیجه شب و روز پیدا شد و وقت پیدا شد. تا این دم وقت نبود. یعنی الله سبحانه و تعالی از ازل هست و هستی الله سبحانه و تعالی ابتدا ندارد. اما مخلوقات ابتدا دارد. اولین مخلوقی که الله سبحانه و تعالی علی الاطلاق آفریده است این آب است. بعد بر بالای آب الله تعالی عرش را آفرید و این چنین بعد عرش کرسیش را آفرید، چون که عرش و کرسی به همدیگر علاقمندی دارند. بعد الله سبحانه و تعالی قلم را آفرید و قلم علاقمندی با لوح المحفوظ دارد. بعد 50,000 سال آفرینش قلم، سپس الله تعالی در 6 روز آسمان ها و زمین ها و موجودات و مخلوقاتی که در آنها و در بین آنها هست آنها را آفرید. خلاصه چقدر که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که بخاری مسلم رحمت الله علیهما از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت کردند: کان الله ولم یکن شیء قبله. الله تعالی بود، از الله تعالی پیشتر چیزی نبود. در دیگر روایت کان الله ولم یکن شیء معه. الله تعالی بود، همراهی الله تعالی چیزی نبود. و کان عرشه علی الماء، و عرش پروردگار در بالای آب بود. یعنی در ابتدای آفرینش عرش پروردگار در بالای آب بود.
اول آب را آفرید. خیلی روایت اون است که اول ما خلق الله الماء، اما آن روایتی که اول ما خلق الله القلم و اولو خونده نمیشه. اول ما خلق الله القلم، اولین لحظه ای که الله تعالی قلم را آفرید و قلم گفت که اکتب، بنویس، یعنی اوله میخونیم. اگر رفت و اولو خونیم هم یعنی اولین مخلوقی که الله تعالی آفرید بعد عرش و بعد آب. یعنی خب هو الاول، الله تعالی اول است، والآخر آخر است، ولیس لآخریته انتهاء، آخریت پروردگار انتها ندارد، تمام شوی ندارد. الله تعالی همیشه باقی است. و ظاهر یعنی عالی هست، از همه مخلوقات و موجودات الله تعالی در بالا هست. و الباطن، الله تعالی باطنی همه چیز را میداند، مابین و درونی هر چیز را میداند، فقط ظاهرش را نمیداند. و هو بكل شیء علیم، الله تعالی به همه چیز علیم است. علیم صیغه مبالغه عالم است، یعنی بینهایت عالم، جل جلاله و تقدست اسماء. اینجا 5 اسم اومد و این 5 اسم 5 صفت را داراست. علیم یعنی صفت علم داشته است الله تعالی، صفت علم. اساسا اینجا شیخ الاسلام رحمت الله علیه برای اثبات صفت علم این آیت را در اینجا ذکر کردند که الله تعالی علم دارد، یعنی این رد به آنهایی که علم الله تعالی را انکار کردند، گفتن الله تعالی علم ندارد. این رد است که این آیت ها دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی علم دارد. خب یا مراتب به تفسیری اول و آخر یا که ظاهر و باطن که بسیار فهمیشش به بعضی انسان ها دشوار است میگذاریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم ظاهر و باطن را و اول و آخر را هم در حدیث امام مسلم خود تفسیر کردند. گفتند که اللهم انت الاول فلیس قبلک شیء، پروردگار تو اول هستی، از تو پیشتر چیزی نیست. و انت الاخر فلیس بعدک شیء، پروردگار تو آخر هستی، بعد تو چیزی نیست. و انت ظاهر فلیس فوقک شیء، تو ظاهر هستی یعنی عالی هستی، از تو بالاتر چیزی نیست. و انت الباطن و انت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن هستی، از تو دیگر چیزی نیست. وقد فسر النبی صلی الله علیه وسلم هذه الاسماء الاربع بهذه التفسیر المختصر الواضح. این 4 نام ها را پیامبر صلی الله علیه وسلم تفسیری مختصر و واضح تفسیر کردند. و فی هذه الاسماء المبارکه احاطته سبحانه من كل وجه. در این 4 نام ها فهمیده می شود که الله سبحانه و تعالی از تمام وجه مخلوقات را احاطه کرده است. ففي اسمه الاول والآخر احاطته زمنیه. از وقتی که به نام اول و به نام آخری الله تعالی نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی در اینجا احاطه کرده است، احاطه زمانی. اگر زمان نظر بگیریم الله تعالی از اول هست و اولیتش هم ابتدا ندارد و آخر هست، یعنی احاطه کرده است زمان را. و این چنین و فی اسمه الظاهر والباطن احاطته المکانیه. اما اسم ظاهر و باطن گیریم این احاطه مکانی، مکان را از همه بالاترینش هم الله تعالی اشغال کرده است و از همه پایانترینش هم الله سبحانه و تعالی عالم است. امام ابن القیم رحمت الله علیه شاگرد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که فهذه الاسماء الاربعه متقابله، این 4 اسم ها به همدیگر نزدیک است. بنابراین آیت هم هر 4 در یک آیت ذکر کرد. در حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم این 4 در یک جا آمد. این 4 اسم چی گفتن؟ گفتن که این اسم ها به هم دیگر مقابل هست. اسمانی لازلیته و ابدیته سبحانه و تعالی و اسمانی لعلوه و قربه.
دو اسمش دلالت به ازلیتش و ابدیتش میکند، یعنی اول و آخر. و دو اسمش برای علوش و قربش. الله تعالی در بالا هست، لیکن با وجود اینکه در بالا هست به هر یک مخلوق از رگ گردنش دیده نزدیکتر است. قلبی بنده را میداند و باطنی و چی عیب و نقصان و کمبودی و چی نیتی دارد. الله تعالی اگرچه در بالای عرش است و در این قدر مسافه دور است، الله تعالی با باطن است، یعنی از باطنی ما باخبر است. در مسافه هم اگرچه هم در بلندترین جا باشد پسترین چیز را میداند و در مسافه زمانی هم اول و آخر است. جل جلاله و تقدست اسماؤه. فوقیته و علوه على كل شيء. و معنی ظهور یقتضی العلو. معنای ظهور تقاضا میکند علو را، یعنی عالی هست. خیلی که الله تعالی دین اسلام را بالای تمام دین میگرداند گفت، یعنی ظهر به همین معنا. خب الله سبحانه و تعالی تمام مخلوقات را باطنش را میداند، چون ما فقط ظاهری چیزها را میبینیم، همون هم همه طرفش را نمیبینیم. الله سبحانه و تعالی ظاهر و باطن را میداند. خب در این آیت الله سبحانه و تعالی 5 اسم را ذکر کرد. خیلی که گفتیم در این 5 اسم 5 صفت هست، اما از صفت اسم اشتقاق کرده نمی شود. گفتیم یک مثال میبریم. مثلا یکی از صفت های الله تعالی مکر است. الله تعالی مکر میکند، لیکن ما نمیتونیم از همین صفت اسم اشتقاق کنیم و الله تعالی را مکار گوییم. سبحانه، الله تعالی پاک است. الله تعالی اسم مکار ندارد، لیکن صفت مکر دارد. صفت مکر الله سبحانه و تعالی دلالت به قدرت و کمال صفت الله تعالی میکنه، چون مکر الله تعالی ابتدایی نیست. مکر الله تعالی ابتدایی نیست. ابتدایی یعنی چی؟ یک انسان به یک انسان مکر آماده میکند، این مکری مذموم است. لیکن اگر کسی که همون شخصی مکر را به مکر خودش افتاند، این دلالت به صفت کمال میکنه. یا آدم برای شما چقوری کافت تا اینکه شما رو وارد داخلی همون چقوری افتاند، لیکن شما همین خیل کردید که خودش داخلی چقوری افتید، این دلالت به علم و قدرت شما میکنه. الله سبحانه و تعالی همین گونه مکر میکند. یعنی باب صفات از باب اسما وسیع‌تر است. این قاعده دوم در اسما و صفات است. باب صفات الله تعالی وسیع‌تر است از باب اسم ها. یعنی ما حق نداریم به الله تعالی از پیش خود اسم اثبات کنیم. اسم باید در قرآن و در حدیث صحیح ثابت شده باشد و اسم ها کمتر از صفت ها هست. صفت ها وسیع هست، برای اینکه هر یک اسم دارای صفت است و هر یک صفت دارای اسم نیست. این دلالت می‌کند صفت های الله تعالی بسیار است. مثلا الله تعالی را صفت کردن ممکن است که الله تعالی موجود است. وقتی که ما میگیم که الله تعالی موجود هست، الله تعالی وجود دارد، این صفت کردیم که الله تعالی هست. لیکن اسم موجود الله تعالی ندارد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یکی از قاعده های سوم، الله تعالی نام های زیبا دارد. موجود زیبا نه، خودی موجود زیبا نه. من هم موجود، مثلا یا مخلوق حیوان هم موجود، یا فرعون هم موجود، یا خبیث و پلید هم موجود. یعنی که موجود اسم زیبا نه، نام الله تعالی نیست، لیکن همچون صفت گفتن ممکن است. یا اینکه الله تعالی خود را چیز گفته است، چیز، لیکن الله تعالی نامی به نام چیز ندارد. الله تعالی برای اینکه نامهایش زیبا است و چیز زیبا نیست. الله تعالی که کل شیء هالک، همه چیز هلاک می شود غیر الله تعالی گفت. خودش را الله تعالی بر چیز داخل کرد. وقتی که کل شیء هالک، همه چیز هلاک می شود گفت، الله تعالی را هم الله خود چیز گفته وصف کرد. لیکن چیز اسمی از اسمهای الله تعالی نیست.
خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری آمده است که هل تحفظ شیئا من القرآنی، آیا چیزی از قرآن حفظ میدونی؟ گفتن قرآن را چیز گفتن، حالا اون که قرآن مخلوق نیست، قرآن صفت الله تعالی است، یعنی که الله تعالی چیز است، الله تعالی چیزی بزرگ است، گفتن ممکن است، لیکن چیز نام الله تعالی نیست. خب همین گونه اسمهای الله سبحانه و تعالی کمتر از صفتهایش است، لیکن اسمهاش هم عدد ندارد. این یکی قاعده های دیگر. قاعده چهارم این است که اسم الله تعالی عدد ندارد. اما حدیث بخاری مسلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، الله تعالی 99 نام دارد، کسی که شمارد وارد بهشت می شود. یعنی 99 نام دارد، اگر همون 99 نام را کسی حفظ کند، معنایش را فهمد، طبق تقاضای آن 99 نام عمل کند، وارد بهشت می شود. یعنی الله تعالی نام‌های زیاد دارد، لیکن اقلا 99 تاش را کسی حفظ کند، وارد بهشت می شود. نام‌های الله تعالی برای زیاد بودنش دلیل این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اللهم انی اسالک بکل اسم هو لک، پروردگار من تو را با تمام اسم‌هایت میپرسم، سمیت به نفسک، با آن اسمها خود را نامگذاری کردی، او علمته احدا من خلقک، یا با آن اسمها یکی از مخلوقات را تعلیم دادی، او استأثرته او انزلته فی کتابک، یا اینکه آن اسم را در یکی از کتاب‌هایت نازل کردی، او استأثرته فی علم الغیب عندک، یا آن اسم را در نزد خودت یعنی پنهان کردی، هیچ کسی با خبر نیست غیر خودت. من با تمام آن اسم ها میپرسم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث هم گفتند که روز قیامت الله تعالی برای من یک نام‌های را میکشاید که تا این وقت نمیدانستم، با همان نام‌ها من از الله تعالی میپرسم. پنجمین قاعده درباره نام‌های الله تعالی و صفات‌های الله تعالی که نام‌های الله تعالی غیر از اینکه زیبا هست، با آن نام‌ها از الله تعالی طلب کرده میشه. مثلا یا رحیم ارحمنی، ای رحیم مرا رحم کن، ای قهار به فرعون ها قهر کن و غضب کن. گفته به هر یک اسم طبق خودش دعا کرده میشه. ای چیز گفته نمیشه، یا ای موجود گفته نمیشه، برای اینکه این نام‌های زیبا نه. نام‌های الله تعالی زیبا هست. فدعوه بها، شما با آن نام‌ها از الله تعالی طلب و درخواست خود را بپرسید. یعنی این پنجمین قاعده در نام‌های الله تعالی است. خب و قوله و هو العلیم الحکیم، این چونین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که و قول الله تعالی که الله تعالی گفت که و هو العلیم الحکیم، الله تعالی علیم است، حکیم است. الله سبحانه و تعالی بعضی نام‌ها را علاهیده می‌بیارد و بعضی نام‌ها را به همدیگر جفت می‌آورد. وقتی علاهیده بیارد دیگر معنا هست، وقتی که جفت آورد دیگر معنا هست. فهمیدید برادر عزیز؟ وقتی که دو نام یک جای جمع شود با نام اسم صفت و اسم بزرگ معنای بزرگتر میدهد. چخیلی که در این آیت و هو العلیم الحکیم اومد، علاهیدگی نآمد، اما در آیت بالای 5 اسم را الله تعالی علاهیده آورد. در آیت بالای الله تعالی به خود 5 اسم را اثبات کرد و 5 صفت را. یکی از صفتها اولیت الله تعالی، یکی از صفتها آخریت الله تعالی، یکی از صفتها علو الله تعالی، یکی از صفتها الله تعالی که باطن است، یعنی از باطنی چیزها به 100% با خبر است و الله سبحانه و تعالی از همه چیز به همه چیز علیم است. یعنی اینجا اجمالاً گفت که به همه چیز الله سبحانه و تعالی علیم و دانا هست. در این آیت ها فقط اثبات کرده الله تعالی و در آیت زیرین هم با هو العلیم الحکیم دو اسم و دو صفت را به خود اثبات کرد. علیم یعنی بینهایت عالم و دانشمند، حکیم یعنی صاحب حکمت. حکیم دو خیل می شود، صاحب حکم، الله تعالی حکم میکند فلانچی از دنیا وفات کن، وفات میکند، فلانچی به دنیا تولد شو، حکم الله تعالی اجرا میشود. حکیم به معنای صاحب حکمت. الحکمت وضع الشیء فی موضعه، حکمت گذاشتن یک چیز در موضع خود.
هر یک چیز رو در جای خود میگذارد. این دلالت به علمی وسیعی الله تعالی. علم، بعضی انسان ها علم دارند لیکن حکمت ندارد. علم دارد لیکن نمیدونه کدام سخن در کجا گوید. دارد واقعا سخن الله تعالی رو میداند، تفسیر آن آیت را از کلام مفسرین میداند، حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را میداند، شرح آن را میداند. علم دارد ولیکن در کجا کدام علم را گذاشتن را نمیداند، حکمت ندارد. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی که کسی حکمت داده شد او چیزی بسیار داده شده است. بنابراین بعضی علما را وصف میکردن که عقلش از علمش کلانتر است میگفتن. یعنی علمم دارد و حکمتش بزرگتر است. محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه همین خیلی وصف میکردن. مفتی پیشینی مملکت عربستان که استادان ما حساب میشن، الله تعالی رحمت کند، سماحت الشیخ محمد ابن ابراهیم گفتن که عقلش از علمش بزرگتر است. حتی اگر در مجلسش یه نفر غالبا بود که از او عالمتر بود، لیکن در نظر اهل نشست گویا که محمد ابن ابراهیم عالم است. از هیبت و از آن بزرگی که الله سبحانه و تعالی برای ایشان عطا کرده. و بعضی علما میگویند که علمش از عقلش کلانتر است. یعنی مقصد علم وسیع دارد، حفظی بسیار دارد و لیکن حکمت کمتر دارد. اما الله سبحانه و تعالی هم علیم است هم حکیم است. هر یک چیز را غیر از این که میداند با در جای خودش استفاده میبرد. ابن عباس رضی الله عنهما وقتی که درس میگفتن مرد آمده گفت که ابن عباس آیا الله تعالی گناه قتل را میبخشد؟ گفتن نمیبخشد. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید که ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا الیما. 5 جزا را الله سبحانه و تعالی برای آن شخصی که مؤمنی را قصداً به قتل میرساند معین کرد. همین آیت را تلاوت کرد. کسی که مؤمنی را به قتل میرساند جزاش جهنم است، در جهنم دور و دراز می ایستد. الله تعالی به او غضب میکند و او را لعنت میکند و برای او عذاب بزرگ آماده میکند. رفت. بعد چند وقت مرد آمد گفت که ای ابن عباس آیا الله تعالی گناه قتل را میبخشد؟ گفتم میبخشد. الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگانم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نشوید. الله تعالی تمام گناه ها را میبخشد. این آیت را قرائت کرد. بعد شاگردان پرسیدن که ای استاد مقصد سوال یک خیله بود لیکن آدم ها گوناگون بود و جوابم گوناگون شد. گفتن اولی در مقصد در قلب نیت داشت که کسی را به قتل میرساند، یعنی نقشه کشتار داشت تا اینکه نکشد وعید را برای او قرائت کرد. دومی الکی کشته شده بود تا اینکه از رحمت الله تعالی ناامید نشود برای آیت دیگری را آوردند. یعنی شریعت یک خیل است، فرق نمی کند. لیکن در بعضی حالات ها شخص حکیم بعضی آیات ها رو نمی گوید. خیلی که حضرت علی گفتن که کلم الناس قدر عقولهم، با مردم به قدر عقلشان سخن کنید. اتریدون ان یکذب الله و رسوله، مگر شما میخواهید که الله و رسولش دروغ شماریده شود؟ یعنی شما به یک قومی که عقل آنها و فهم آنها به این آیات و حدیث ها نمیرسد، شما وقتی که سخن الله و رسول را با آنها ذکر میکنید آنها میگن که دروغ است، ما این قبول نداریم، میگن شما سبب شدید. برای آنکه
برای فهم آنها و عقل آنها مناسب صحبت نکرده. و هو العلیم الحکیم، اثبات صفت علم و اثبات صفت حکمت به الله سبحانه و تعالی. بعد در دوامش العلیم الخبیر و گفتن بدون و قوله. استاد ما میگویند که شیخ عبدالمحسن اسلوب شیخ الاسلام در عقیده واسطیه این است که اگر آیت هایی که می آورند در یک معنا باشد، در برای اثبات یک اسم باشد، و قوله گفته نمی آورند، آیت ها رو بدون و قوله می آورند. اگر آیت درباره دیگر صفت باشد و قوله می گویند. در اینجا العلیم الخبیر گفتند. الله تعالی علیم است و خبیر است. خبیر چی است؟ خبیر هم دانا هست. علیم به نهایت دانا هست، خبیر هم دانا هست. لیکن خبیر غیر از این که علیم است با خبر است، یعنی خبرت دارد. خبرت یعنی چی؟ یعنی خبرت یعنی چی میگوید؟ سابقه کاری. مثلا یک آدم درباره طلاق تمام مسئله ها رو میداند، تمام آیات ها رو میداند، تمام حدیث ها رو میداند. عمر زید هم همین گونه هست. زید هم تمام علم طلاق رو حفظ میداند. لیکن عمر غیر از این که تمام آیات های حدیث ها رو آیدی طلاق میداند، 50 سال این جانب در قاضیات در مسئله طلاق با مردم سر و کار دارد. هر روز به نزدش صدها زن و شوهرها با مسئله طلاق می بیایند و با مردم تجربه دارد. اما زید فقط علم دارد و تجربه ندارد. فهمیدید؟ یعنی الله تعالی علیم و خبیر است. خبیر، صاحب خبرت، که از علیم دیده خاصتر است، چقورتر است. در اینجا اثبات صفت علم و اثبات صفت خبرت و اثبات اسم علیم و اثبات اسم خبیر. ما الله تعالی را وصف میکنیم، چه خیلی که الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرده است، بدون کیفیت، بدون بیکار کردن و بدون مثال آوردن و مانند کردن به مخلوقا و بدون تحریف و تغییر دادن و بیکار کردن نامهای الله سبحانه و تعالی. بعد الله تعالی گفت که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. الله سبحانه و تعالی میداند هر چیزی که به زمین میدراید. یلیجو میدراید. الله تعالی هر چیزی که به زمین میدراید، از آبها، باران وقتی که میبارد یا برف ها وقتی که آب میشود، یخ ها آب میشود، چند لیتر مثلا آب زیر زمین در آمد، چند دانه زیر آب در آمد، چند مثلا مرده زیر خاک دفن شد. هر چیزی که زیر زمین می درآید الله تعالی آن را می داند. و ما یخرج منها، هر چیزی که از زمین بیرون می براید، از گیاه ها، از کنز ها عبارت از نفت و از گز و از نمک و از طلای و نقره و سنگ های قیمت بهای و دیگر هر چیزی که از زمین بیرون می براید الله سبحانه و تعالی عدد آنها را و صفت آنها را می داند. و ما ینزل من السماء، هر چیزی که از آسمان نازل می شود از رحمت الله تعالی، از غضب الله تعالی، عدد قطرات باران و عدد فرشته ها، رزق و روزی، هر چیزی که از آسمان نازل می شود الله تعالی می داند. و ما یعرج فیها، هر چیزی که به آسمان می براید از عملهای صالح، از فرشته ها، از دعاهای بد و دعاهای نیک، هر چیزی که به آسمان می براید الله سبحانه و تعالی آن را می داند. بعد آیت دیگری را ذکر کردند. در این آیت اثبات صفت علم است که الله تعالی اینجا به تفصیل تر صفت علم را به تفصیل تر ذکر کرد.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. و در نزد الله سبحانه و تعالی هست علم غیب. این دلالت میکند که الله تعالی مکان دارد. رد به آنهایی که به الله تعالی مکان را نفی میکنند، میگن که الله تعالی مکان ندارد، میگن بدون دلیل. عنده در نزدی و عنده مفاتیح الغیب، در نزد الله تعالی کلیدهای غیب است. کلید غیب من خیلی که وقتی که یک کلید داشته باشید از همون در میدروید، در آمده در آنجا غیب های بسیار هست. یعنی کلیدهای غیب در نزد الله سبحانه و تعالی است. اثبات صفت مکان و اثبات صفت علم غیب. لا یعلمها الا هو، که آن مفتاح غیب ها را، کلید غیب ها را غیر الله سبحانه و تعالی کسی نمیدونه. و یعلم ما فی البر والبحر، الله سبحانه و تعالی هر چیزی که در خشکی هست، هر چیزی که در بحر است، هر حادثه واقعی که حاصل میشود و میشود، الله سبحانه و تعالی میداند. هر چیزی که در بحر است، از ماهی ها، از حیوانات آبی، هر چیزی که در بحر است الله سبحانه و تعالی میداند. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، و هر برگی که از درخت می افتد الله تعالی آن را میداند. کدام برگ کی، از کدام درخت، کدام روز چند تا نصف روزی چند تا، بعد نصف روزی چند تا، در کدام دقیقه ثانیه چند تا، از کدام درخت چند تا، از فلان درخت چند تا، همش را الله سبحانه و تعالی تمامی عدد برگ ها را کی به زمین می افتد میداند. و ما تسقط من ورقة الا یعلم، یعنی اثبات صفت علم. که همین گونه علم دارد، کسی این گونه علم ندارد. ولا حبة فی ظلمات الارض، و هر دانه هایی که به تاریکی های زمین می افتد، در نصف شب اگر دانه پاشید به زمین، آن دانه ها چند دانه بود الله سبحانه و تعالی میدونه. ولا رطب ولا یابس، اون دانه ها به زمین تر افتاد یا به زمین خشک افتاد، یا آن دانه خشک بود که از وی چیزی می سبزد، یا دانه تر بود که از وی چیزی می سبزد. این خیل بود، اینش هم میداند. الا فی کتاب مبین، مگر در کتاب مبین هست. کتاب مبین یعنی لوح المحفوظ. الله تعالی دانست و هر چیزی که دانست در لوح المحفوظ نوشته است. یعنی کدام برگی درخت کی می افتد همش را الله سبحانه و تعالی 50,000 سال پیش از خلق زمین و آسمان ها در لوح المحفوظ با امر الله سبحانه و تعالی نوشته شده است. الله تعالی می دانست و علم خود را به قلم امر کرد که نویسد. در اینجا صفت علم الله سبحانه و تعالی به تفصیل تر ذکر شده است. و اینچنین در آیه دیگه در الله سبحانه و تعالی میگه که و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، و الله سبحانه و تعالی میداند هر یک کودکی که تولد میکند، جانوری ماده، یعنی خواه انسان است خواه حیوان است، هر چیزی که تولد میکند و هر چیزی که حمل کرده است، حامله دار شده است، این با علم الله سبحانه و تعالی است. الله تعالی پیشتر میداند که فلانی چقدر فرزنددار میشود، کدام فرزندش دختر است، کدامش پسر است، کدامش مثلا بر وقت وفات میکند، کدامش بیر وقت، کدامش مثلا در شکم مادر وفات میکند، کدامش به دنیا میآید. همه این را الله تعالی میداند پیش از آفریده شدنش. نه اینکه مانند طبیبان با با اپرات ها میبینند و بعد معین میکنن پسر است یا دختر است. دیده، با چشم دیده معین میکنن. الله سبحانه و تعالی پیش از پیدایشی فرزند به شکم مادرش الله تعالی جنس او را و مقدار او را، سن او را همش را میداند.
یعنی این آیات ها اثبات صفت علم است، رد به اهل باطل که الله تعالی را با صفت علم صفت نمی کرده. آیا الله تعالی عالم است؟ می گفتن که لا یجهل، جاهل نیست، می گفتن. نعوذ بالله. و قوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر. و این چون قول الله تعالی که الله سبحانه و تعالی به همه چیز قادر است. لتعلموا این دوام آیت است. الله تعالی 7 قبض زمین را آفرید، 7 قبض آسمان را آفرید، بین آنها امر و نهی پروردگار نازل میشد. برای چی؟ لتعلموا، تا اینکه شما دانید. الله تعالی برای چی زمین و آسمان و اون مخلوقات و موجوداتی که در بین زمین و آسمان است آفرید؟ برای چی؟ برای چی فرمانی پروردگار بین زمین و آسمان نازل میشود؟ برای چی این کار را اجرا کرد؟ لتعلموا، تا اینکه شما دانید که الله تعالی بر همه کار قادر است. همین اسم پروردگار شما، تا اینکه دانید الله تعالی زمین و آسمان را آفریده است. لولا کلمه خلقت الافلاک، اینا حدیث های بافته شده و موضوع. اگر تو نمی شدی الله تعالی زمین و آسمان را نمی آفرید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم. سبب آفرینش این است که تا اینکه ما الله تعالی را شناسیم، تا اینکه دانیم که الله تعالی به همه کار قادر است. الله تعالی زمین و آسمان و این مخلوقات و موجودات را آفرید تا اینکه ما صفت قدرت پروردگار عالم را دانیم و دانیم که یکی از نامهای الله تعالی قدیر است. الله تعالی به همه کار قادر است. و ان الله قد احاط بكل شیء علما، و ما دانیم که الله سبحانه و تعالی در حقیقت تمام چیز را با علم خود احاطه کرده است. در این آیت اثبات صفت قدرت و اثبات صفت علم را الله تعالی ذکر کرد که شیخ الاسلام رحمت الله علیه خیلی که شاهد شده در اینجا چندین آیت ها را ذکر کردند که صفت های قدرت، صفت های علم، صفت های حکمت و خبرت و صفت های اولیت و آخریت و علو و دانا و عالم بودن الله سبحانه و تعالی را الله تعالی اثبات کرده است. اینجا همه آن اسمها و صفت هایی که ذکر شد همش اثبات بود، در اینجا یگان نفی نبود. و در آیت زیرین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که و قوله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، و قول الله تعالی که البته الله تعالی صاحبی هو الرزاق، یعنی اینجا اثبات اسم رزاق است، بی نهایت رزق وسیع دهنده، تمام مخلوقات را رزق میدهد. یعنی اگر تمام مخلوقات نیو فقط انسان ها را گیریم، این حال در دنیا اطراف 8 میلیارد آدم است. اگر همین 8 میلیارد آدم یا میلیاردری که مثلا میلیاردرهای دنیا اگر به مقدار پولشان نگاه کنیم، غالبا همین از همه بلندترینشان 100 میلیارد همین قدر پولشان ذکر می شود. یعنی یا اگر به 8 میلیارد آدم یک خوراک نصف روزی و خوراک سحری اگر گران تیاد $10 اگر طعام هر یک کس باشد، اگر یک روز یک طعام تیاد تمام انسان ها و فقط پولش تمام میشد. حال جین های مانند که جین ها هم بسیار میخورد، هم از انسان ها دیده عددش زیاد است. این چنین با یکی از مخلوقات الله تعالی یعجوج و معجوج است که الان زنده است، بسیار میخورد، همین ها را الله تعالی رزق میدهد. این چنین ماهی ها در آب که ببینید از 4/3 زمین آب است و در قعر بحرهای اقیانوس ها بی عدد مخلوقات الله سبحانه و تعالی هست و در بیرون زمین چقدر مخلوقات موجودات است غیر انسان ها، الله سبحانه و تعالی همه آنها را رزق میدهد. ان الله هو الرزاق، الله تعالی رزاق است، بسیار رزق دهنده است. ذو القوة المتین، صاحب قوت سخت است. قوت الله تعالی بی نهایت قوت محکم است، مستحکم است. اثبات صفت رزق، اینکه الله تعالی رزق دهنده است، و اثبات صفت قوت محکم به الله تعالی. و قوله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، و این چنین قول الله تعالی که الله سبحانه و تعالی مانند او چیزی نیست. در اینجا نفی مجمل،
مانند الله تعالی چیزی نیست. این قاعده عمومی است. یگان مخلوق هیچگاه مانند الله سبحانه و تعالی نیست، اگرچه بعضی صفتها مشترک باشد هم، مانند خیلی که در دوامشون و هو سمیع البصیر، الله تعالی شنوا هست و بینا هست. بله مخلوقات هم هستن، مخلوقاتی که شنوا هستن و بینا هستن، لیکن لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی نه اون شنوایی و اون بینایی. این شنوایی مانند آن شنوایی نیست و این بینایی مانند آن بینایی نیست. خب در اینجا اثبات صفت شنیدن و صفت دیدن و اینچنین نام سمیع و نام بصیر به الله سبحانه و تعالی و نفی مماثلت مخلوقات به الله تعالی، مانند الله سبحانه و تعالی چیزی نیست. نفی یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی خود را وصف میکند، بعضی صفات ها را به خود اثبات میکند و بعضی صفات ها را از خود نفی میکند. بعد گفتن که ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. الله تعالی شما را پند میگوید. الله تعالی شنوا و بینا هست. الله تعالی شنوا و بینا هست. اثبات صفت شنوایی و صفت بینایی به الله سبحانه و تعالی هست. با همین قدر کفایتی میکنیم. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.